سلام و خوش آمدید به درس 16 درس فعلی در مورد ارقام است، البته بخش سوم. ما دو ویدیوی دیگه داشتیم در مورد ارقام، یکی بود از 0 تا 20. ویدیوی بعدی ما از 21 تا 100 که چگونه ارقام در زبان آلمانی بگوییم. این ویدیو در مورد ازی است که از 100 تا به میلیارد چگونه گفته شود و چگونه نوشته شود در زبان آلمانی. همچنان ما تاریخ چطور می‌دانیم که در زبان آلمانی بگوییم. پس اگر علاقمند یادگیری ارقام هستین لطفاً تا آخر از این ویدیو با ما همراه باشین. خب من فقط نوشتنش که خودتون میبینین فقط تلفظ میکنم و شما میفهمین که چطور به زبان آلمانی اعداد مختلف ما گفته میتونیم. عدد 100 همون قسمی که در زبان دری ما داریم، ما میتونیم 100 بگوییم و یا 100. عین شکل در زبان آلمانی هم است. 100 یعنی 100. 100 100. 200 200. 300 300. 400 400. 500 500. 600 600. 700 700. 800 800. 900 900. و باز هم هرگاه بخوایم بگوییم 1000 یعنی 1000 و اگر بگوییم 1000 1000. zweitausend 2000. 3000 3000. 4000 4000. زمانی که ما اعداد 5 رقمی را می نویسیم بهتر است که بعد از دو رقم اول یک نقطه یا یک کامه بگذاریم تا که درست و آسانتر خوانده شود. مثل که اینجا 10,000 بعد از 10 یک نقطه بعدش 3 صفر و تلفظش 10,000. 10,000. برای 11,000 11,000. 11,000. 12,000 12,000. 20,000 20,000. 30,000 30,000. 80,000 80,000. هرگاه بخواهیم بگوییم 100,000 100,000 100,000 و تنها اگر بگوییم 100,000 100,000. چیزی که باید توجه کنید در نوشتنش است. اگر شما میخواین بگویین که 200,000 میبینین که تمامش یک جا می نویسیم 200,000. 200,000 همه یک جا نوشته شده. اما وقتی که 1,000,000 میگیم آینه جدا نوشته میشه و میلیون جدا. و شما میبینین که بعد از هر 3 رقم یک نقطه یا یک کامه هم میتیم. 1,000,000 عین میلیون. زیادتر از 1,000,000 وقتی که در زبان آلمانی میخواهیم بگوییم an در آخر میلیون باید اضافه شود. برای 2,000,000 2 میلیونن. 2 جدا نوشته شده، میلیونن جدا و an هم در آخر میلیون اضافه شده. 3 میلیونن 3 میلیون.
4 میلیونن 4 میلیون و برای 10 میلیون 10 میلیونن 50 میلیونن یعنی 50 میلیون. وقتی که می خواهیم بگوییم 100 میلیون 100 میلیونن و برای گفتن 100 میلیون 100 میلیونن. برای میلیارد ما میگیم عین میلیارده یعنی 1 میلیارد. باز هم وقتی که از 1 میلیارد زیادتر میگیم ان در آخر میلیارد باید اضافه شود. 2 میلیاردن یعنی 2 میلیارد. خب تا 2 میلیارد که یاد گرفتیم، حالا چطور میتونیم که مثلا بگوییم 101 101 هرگاه ای را 101 بخوانیم میتونیم بگوییم 101 110 110 و 110 110 111 111 111 111 121 121 باید متوجه بود که همه یک جا نوشته شدن. 121 121 121 634 634 و یا 634 فرق نمیکنه که شما سیک بگوین و یا سیش بگوین، هر دو عین معنا را دارن. برای عدد 987 987 1101 1101 1111 1111 2458 2458 3945 3945 13236 13236 مثلا میخواهیم که سال تولد یا یک سال دیگه را در زبان آلمانی بگوییم. به این شکل مثلا میتونیم بگوییم 1975. در زبان آلمانی اگر این را ترجمه زبان آلمانی را به فارسی بکنیم 1975 میگیم. چه قسم؟ 1975 و سال 2017 را 2017 مثل دری 2017 2017. یک مثال که چطور مثلا میتونیم امی سال در یک جمله استفاده کنیم. Wann bist du geboren? Wann bist du geboren? چه وقت تولد شدی؟ Ich bin im Jahr 1990 geboren.
من در سال 1990 تولد شدم. ببینید اینجا در سال استفاده کردیم، به او خاطر ام یر. در مثال بعدی ما مستقیما میگیم من در 1990 تولد شدم. Ich bin 1990 geboren. پس شما میتونید به دو شکل عین مفهوم برسانید. میتونید بگوین im Jahr 1990 geboren و یا ich bin 1990 geboren. هر دو همون یک معنا را داره. درس در مورد ارقام به همین اندازه بود. پایان درس ارقام همیجه هست. درس بعدی در مورد صفات است. چی صفات مثبت باشه، چی صفات منفی. پس در درس بعدی ما هم صفات مثبت و هم صفات منفی یا مخالف همون صفت تشریح میکنیم، شما یاد میگیرین و برای هر صفت یک مثال هم داریم و امیدوار هستم که او درسم بر شما موثر تمام شد. مثل همیشه هرگاه درس‌ها بر شما مفید واقع میشه بهتر سابسکرایب بکنین و درس‌ها را پیگیری کنین تا یاد بگیرین. اوقات خوش داشته باشین.